رمضان نرقى بك رمضان عدت لنا رمضان. 40 حدیث نبوی در فضیلت رمضان. به نام خداوندی بخشنده و مهربان. از علی ابن عبدالله ابن عباس خداوند از آنها راضی باد روایت است که از پدرش شنیده است که می گفت: گفتم ای رسول خدا مرا وصیت نما. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: نماز را برپا نما، زکات را ادا کن، روزه رمضان را بدار، خانه خدا را حج نما و ادای عمره کن، به پدر و مادرت نیکی نما، با خویشاوندانت بپیوند، مهمان را احترام نما، امر به معروف و نهی از منکر کن و همراه حق باش هر جایی که باشد. معنای نماز را برپا نمودن این با رعایت فرض و واجب و سنت و با خشوع و خضوع می باشد. رکنهای دیگر اسلام دادن زکات، روزه رمضان و حج خانه خدا است. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد ذکر ارکان اسلام دیگر واجب و سنت ها را بیان نمود، مثل عمره و نیکی نمودن به پدر و مادر، صله رحم به خویشاوندان، احترام مهمان کردن، امر معروف و نهی از منکر نمودن و همیشه با حق بودن و جانبداری آن را کردن. پس برادران عزیزم، این وصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم نه تنها برای عبدالله ابن عباس است، بلکه برای همه ما مسلمانان است و بیایید پایبند دین الله و شریعت محمد صلی الله علیه و سلم باشیم تا از گروه نجات یافتگان بگردیم. نرقى بك رمضان عدت لنا رمضان وبقربه